خب آقا ضبط شروع شد. محمد حسین شما در خدمتی. سلام خدمت همگی، میکنم که حالتون خوب باشه. حالا در ابتدا سوالایی که در مورد جلسه قبل داشتید و اگر دارید بپرسید، اگر نه که بریم سراغ شروع دورم. خب کسی سوالی نداره؟ افراد حالا حضور دارن تمریناشون رو، حالا تمرینی که فرستاده بودیم آماده کردن؟ خب اگه لطف کنید که تمرینا رو شیر بکنید، صفحه رو ببینیم. دوستان کسی تمرین آماده نکرده؟ سلام. سلام، وقت شما بخیر. چرا انجام دادم ولی یه چند تا فکر کنم برگه بود گذاشته بودین وبلاگ و اینا، من نمیدونم وبلاگ چی بود، اون صفحات رو اضافه نکردم. خب صفحتون رو میتونید شیر کنید ببینید. آره من فقط یه لحظه زبان روشنه اوکی، یه تست بکنم ببینم بالا میاد. بقیه افراد آماده نکردن آموزشی چیزی تمرینشون رو؟ آره این گفته بودین صفحه اول یه بیوگرافی از خودمون بذاریم، یه نوشتم اضافه کردم اینجا. نمایشش بزنید. آره اولین نوشته من اینجاست. اون لینکشو بزنید باز بشه. بسیار عالی. دو تا هم دیدو اینجا گذاشت. بسیار عالی. مشکلی نداشت جان؟ یه مشکل توی اون اضافه کردن یک اشکالی داشتش که بچه‌ها میگفتن تو نصب یه چیز مشکل دارن، من دقیقا یادم نیست، ولی حلش این بود که اومدم تو پی اچ پی آینای، هم اولین مشکلی بود که بچه‌ها تو گروه بهش اشاره کردن، جی دی رو سرچ کردم، اینجا قبلش یه سیمیکالن داشت، این سیمیکالن رو که پاک کردم بعدش درست شد. توی اضافه کردن این بود، این تصویری که اینجا هست شما گفتید فاو آیکون. بله. آره اینو که انجام دادم اوکی شد. سرچی به مشکل دیگه بر نخوردید که الان براتون سوال باشه؟ نه اوکی بود، خیلی ممنون. بسیار عالی، ممنون از شما. سلام باشید. خب بقیه دوستان چی؟ خانم نادری، خانم یزدانی، آقای ناجی، خانم جمالزاده، آقای شیرازیان. چیزی آماده ندارید؟ خب بچه اگه آماده ندارید مشکلی نیست، دلیلش چیه؟ چون ما داریم مثلا تلاش میکنیم که شما بتونید یه قدم جلوتر برید دیگه. بعد اینجا کلاس درس هم نیست که بازخواست کنیم کسی رو سرور مثلا ببینیم موضوع از چه قراره. اوکی.
چه ما تو جلسه بعدی هم میبینیم حالا کاری که انجام میدیم. خانم یزدانی بفرمایید. خانم آقا سید رنگی بخش میکنم. خانم یزدانی سلام، وقتتون بخیر. صدای منو دارین؟ بله بفرمایید. من آماده کردم، اگه اجازه بدین شیر کنم. بله شیر کنید. آقای اکبریان بعد از خانم آقا سیدرزی بعدا شما شیر کنید و سوالتون رو بپرسید. صفحه منو ندارین شما؟ من شیر کردم. تونستی شیر بکنی خانم رزی؟ من شیر کردم ولی نمیاد اینجا برای من. 2 تا صفحه الان باز شده این طرف، ولی عجیبه چون میگید باز نمیشه. هر دوتاش برای من بنفشه. چی نیست؟ فکر کنم باید یه نه، یکی مجوز با کامپیوتر اومدم، یکی با گوشی، ولی الان با کامپیوتر نمیتونم شیر کنم، نمیدونم چرا. خب لینکشو دارید؟ عکس دارید؟ چیزی بعدا تو گروه بفرستید برای آقای قاضی زاهدی. بله لینکش هست. توی تلگرام تشکر. بفرستم احیانا، یا عکسشو آره تو ویدیوشو. گروه تلگرام. آره تو تلگرام اینا بفرستید. و اگه مشکلی هم جای پیش اومد بپرسید دیگه تو کد گروه. اکبریان بیا بالا. بقیه بچه‌ام بعد از اکبریان اگر چیزاشون نوبتی دیگه شروع کنن خودشون اومدن چه. فقط من یه مشکلی داشتم برای تنظیم فاوای کن. اونم این بودش که نمیتونستم عکس و برش بزنم. بارگذاری میشد، همه تنظیماتش انجام میشد، نمیتونستم ست کنم، برش نمیخورد عکس، نمیدونم چرا. خب این مشکلی بود که حالا یکی از افراد که الان اومد بالا مال فامیلشون هم فراموش کردن توضیح داد که چطور مشکل رو حل کرده. توی فایل php.ini یه سمیکالم رو برداشته بود، کدش رو تغییر داده بود، درست شده بود. متوجه شدم، خیلی ممنون، مرسی. حالا باز اینو من بعد از جلسه براتون توضیح میدم. حالا برای من لینک سایتتون هم بفرستید براتون توضیح میدم. آقای اکبریان صفحتون اگه میتونید شیر کنید که ما ببینیم کاری که انجام بدین.
عرض سلام و عرض ادب داشتم خدمت شما آقای قاضی زادی و آقای دوستی و بقیه دوستان. من کارهایی که انجام دادم به این شیوه بود که اون قالبی که گفتین رو انجامش دادم و سایت و اون بحث کاربران که یک نقش نویسنده گفتین ایجاد کردم با یک ایمیل دیگه خودم و ایمیلی هم که بحث نقش مدیر کل داشت، همون ایمیلی بود که باش وردپرس رو ایجاد کردم. بعد برای برگه ها هم سه تا برگه بیوگرافی بود که گفتیم، یه برگه هم خب به عنوان صفحه اصلی ایجاد کردم و یک بخشی هم به عنوان وبلاگ ایجاد کردم که نوشته ها رو تو اونجا نمایش بدم، که اومدم دسته‌بندی که فرمودید به عنوان تجربیات من رو ایجاد. من 2 تا نوشته گذاشتمشون. حالا اگر خود سایت رو الان بیارم بالا یا باز از روی بله سایت هم بیارید بالا ببینید از ظاهرش هم بیارید ببینید. این فقط اون بخش تنظیم هم که فرمودین بخش خواندن بود. خب این 3 تا صفحه من صفحه اصلی حالا نشون میدم گذاشتم صفحه نخست و بعد اینا و بخش عرضم به حضورتون بخش اون تنظیمات عمومی هم آیکون فاوایکون رو گذاشتم که حالا من خودم آیکون مشکل داشتم ولی رفتم پرونده اونجایی که زده گزینش پرونده اونجا بارگذاری کردم مشکلم حل شد. عنوان سایتم گذاشتم به عنوان یک اسم و بعد نشانه سایتم اون دیالا من تغییرش ندادم، همون چیزی بود که با وردپرس ثبت نام کردم. این مورد تغییر بذار من این دقیقه اون صفحه رو شیر کنم براتون. الان شیر شد درسته؟ این سایتی بود که کردم، این به عنوان صفحه اصلی بود. بعد این صفحه بیوگرافی بود که یه اسم و فامیل خودم، بعد سنم، شهرم و حالا میزان تحصیلاتم که فوق لیسانس بود. بعد یک بخشم وبلاگ بود که برای دسته تجربیات من ایجاد کردم و بعد یک نوشته براش گذاشتم. حالا تاریخ باش من چون باشگاه مورد علاقه منچستر است یک تاریخچه هم منچستر رو گذاشتم و بعد 2 تا دیدگاه گذاشتم. بعد آیکون های دیدگاه هم گذاشتم رو اون بخش هیولا که حالا خودش خودکار بذاره و 2 تا دیدگاه گذاشتم که برای این دیدگاه یونایتد فور اور تنظیمات رو گذاشتم که با خودم بپذیرم یا رد کنم و برای همین اینو بعد پذیرفتن این دیدگاه نمایش داده شد. این یکی هم که خب ایمیلی است که به عنوان مدیر هستم و نیازی پذیرفتن نداشتم. بله بسیار عالی. حالا اگه جای دیگه اگه هست تا من شیر کنم نشونتون بدم. نه اوکی دیگه. فقط یه سوالی اونجا که گفتید فاوایکون می‌خواستید آپلود بکنید، یعنی شما توی حالا تنظیمات وردپرس مشکل داشتید که تصویر رو آپلود بکنید اون قسمت؟ راستیتش نه، اون بخش هست مثل بارگذاری. وقتی که مثلا بارگذاری میذارین یک عکس و تنظیماتش هم اوکی باشه باز یه خطایی میده. باید میرفتین پرونده ایجاد میکردم، یعنی گالری ایجاد میکردم بعد درجش میکردم دیگه خطا نمیداد. اگه میخواین تا بگم منظورم چیه یا اوکی دیگه؟ نه اوکی. و فقط برام وردپرسه من لینک رو الان درست شد، یعنی اون به هم گفتین ولی اولین بار اون ایمیل خطا میداد که مثلا میخواستم وارد شم ایمیل مدیر کل اونو خطا بهم میداد، ولی بعد یه بار نام نویسی با یک لینک که دیگه کردم الان درست شده، یعنی با اون لینک وارد میشه. این دلیلش باگ یا کلا اینجوریه؟ دلیلش باگ وردپرس. اگه میشه اینو یه کمی بیشتر بازش کن چون توی گروه هم سوال کرده بودم. این خودم بودم ازتون سوال کردم. خب بذار من یک لحظه دوباره وارد وردپرس رو باز کنید. من متاسفانه این آقای رئیس جمهور برق ما رو قطع میکنن دقیقا وسط کلاسا، یعنی من الان نتم یکم ضعیفه. بذار من شیر کنم این صفحه که الان باز کردم، چون الان اینجا من ورودو میزنم وارد نمیشه. یعنی حالا بذار من دیگه رم
اینو من میزدم اینجا وارد دوباره نکنین همین صفحه لود میشه برای من وارد نمیشه. باید بیام بخش نام نویسی، بعد اینجا بیام نام کاربری، اون نام کاربریمو بزنم، ایمیلی که الانم بهش نقش نویسنده دادم رو بزنم. حالا این چون قبلا انجام دادم میگه دوباره وارد سیستم بشم که بعد با ایمیل اصلیم دوباره ورود پیدا کنه. این بار وارد محیط وردپرس میشه. میتونید دیتابیستون رو باز کنید؟ دیتابیس هم الان لحظه. بله. خب یک لحظه من آدرسش شد. چرا یه سایت عضو اینترنت ما کم یاد نمیده. چرا اکبری هم فکر کنم اینترنتتون مشکل داره، حالا این مشکل رو بعداً با هم حل کنیم. دوستانی که جدید اضافه شدن تمرینشون رو انجام دادن؟ اگر هم سوالی دارید که در خدمتتون هستم. نه هنوز برای من بچه اگه تمرین ندارید که بریم سراغ در واقع بخش آموزش و انشالله حالا این بحث تمرین ها رو تو جلسات آتی اگر بتونید بازش کنید، به خاطر خودتون هم هست، یعنی مثلا برای ما که فرقی نداره که، ولی هرچی بیشتر درگیر بشید با مفاهیم و اینا قطعا نفع خودتون هم هست. محمد حسین جان دیگه استیجیز یورز بریم کنیم. اولین حالا توی این نداره آقای قربانی، شاید جلسه بعد دوباره حالا این رفع اشکال رو انجام میدیم. خب مسئله که توی این جلسه میخوایم با هم پیش ببریم مسئله حالا امنیت، سئو و حالا صفحه ساز و فروشگاه ساز وردپرس. اولین مسئله این که حالا در مورد امنیت صحبت بکنیم. امنیت در حالت کلی چیز نسبی، یعنی ما نمیتونیم بگیم 100% ما وبسایتمون امنه، یا حالا بخوایم حتی در مورد وردپرس صحبت بکنیم. از طرفی وردپرس کلا چون اوپن سورسه و کداش در اختیار همه افراد هست، اینجوریه که خب یه امنیت پایین‌تری داره. خب اصولا شما اگه کدینگ یه سایتی رو پیش ببرید، چون
سورس کد و حالا اون کدایی که شما میزنید، نوع پردازش اطلاعات، نوع رمزگذاری ها، اینا دست خودتونه و خودتون برنامه‌ریزی میکنید براش. بقیه افراد اطلاع ندارن و نمیتونن بیان مثلا حالا امنیت سایت شما رو به هم بریزن. ولی خب وردپرس اوپن سورس دیگه، کداش دست همه هست و زمانی هم که حالا بروزرسانی برای وردپرس حالا منتشر میشه به این شکل هست که بدید زمانی هم که حالا بروزرسانی برای وردپرس منتشر میشه، ما ببین حالا اون دیولپرها میان و هکرهای کلاسفید میان و اون حفره‌های امنیتی رو پیدا میکنن و منتشر میکنن. خیلی هم سریع این بروزرسانی دوباره اتفاق میفته و اون حفره‌های امنیتی بسته میشه. این از این مسئله بعدی اینه که توی وردپرس ما یه سری افزونه‌های امنیتی داریم به اسم حالا وردفنس و فکر میکنم آل این وان آیتم سکیوریتی، یه چیزی توی این هست. اینا توی ایران حالا کاربردی نداره، یه جوری اینجوریه که شما باید بری لایسنسش رو از خود حالا دیولپرش تهیه بکنی که کار بکنی. دقیقاً این آنتی ویروسی که ما روی ویندوز نصب می‌کنیم، آنتی ویروسی که ما روی ویندوز نصب می‌کنیم کرکیه. حالا هرچند مثلا ما لایسنسش رو فعال می‌کنیم یه سری آپدیت ها میگیره، ولی به هر حال کرکیه و اون کاربرد و کارهای اصلیشو نداره. دقیقاً این آنتی ویروس ها برای وبسایت‌های وردپرسی هم وجود دارن و ما باید لایسنسشون رو تهیه کنیم. مثلا من می‌خواستم برای جلسه امروز بیام نشون بدم و حالا نصب کنیم و اینا، نتونستم حتی مثلا به پنلاش دسترسی داشته باشم. هرچند مثلا میفروشنش توی حالا مارکت پلیس هایی که مربوط به وردپرسه، این اصلا رو میفروشن و میگن که آقا کارم میکنه. اوکی کار میکنه، ولی خب یه سری کارهایی که ما خودمون دستی میتونیم انجام بدیم و اونم انجام میده، پس به نظر من نیازی نداریم بهش. حالا یه دلیل قانع کننده دیگه‌ای که من میگم نیاز نداریم به استفادهش اینه که همونجوری که مثلا آنتی ویروس های ویندوز مثلا یه سری اطلاعات رو از سطح اینترنت میگیره، یعنی وصل میشه به سرورشون و حالا اون اطلاعات امنیتی رو میگیره، مسائل امنیتی رو میگیره و آپدیت میکنه. دقیقاً اینا که روی سایت هم همین کار انجام میدن و یه سری API ها ارسال میشه به سرورهای خارجی، تعداد حالا این ریکوست ها به سرورها بیشتر میشه و باعث کندی وبسایت شما میشه. زیاد من توصیه نمی کنم که این کار رو انجام بدید. یه چک لیستی من آماده کردم، اجازه بدید من صفحه‌مو شیر بکنم. صفحه من الان شیر شده، درسته؟ جناب اکبریان آخر جلسه با هم صحبت میکنیم. صفحه من شیر شده؟ یه چک لیست حالا کناری داریم که حالا من دونه دونه اینا رو میخونم و توضیح میدم دربارش. اولیش اینه که میگه سایت خودتون رو بروز نگه دارین، حالا چه خود وردپرس، چه افزون‌هاست، چه قالب‌هاست، براشون بروزرسانی اتفاق میفته، سریع بروزرسانیشو انجام بدید. برای کاربرهایی که مدیر کلن، یعنی دسترسی کل به وبسایت شما دارن، رمزای قدرتمند انتخاب بکنید. حالا از اون طرف هم وقتی که مثلا توی هاستینگ میدید رمز انتخاب میکنید، برای دسترسی روی سرورتون میدید رمز انتخاب میکنید، رمزا رو قدرتمند انتخاب بکنید. رمز حالا دیتابیسشون اتومات ساخته میشه، همینجوری قدرتمند هست، قابلیت حالا پیدا کردن نداره، ولی خب این هم یکی از راهاست. وبسایتایی هم که حالا مشتری خارجی یا بازدید کننده خارجی ندارن، برن به حالا هاستینگشون اطلاع بدن که آی پی های خارجی رو ببنده. حالا یه سری آی پی هم شناسایی شدن به عنوان حالا غیر مجاز، اونا رو میبندن و که حالا حملات اتفاق نیفته. اینجا نوشته که حالا از قابل اعتماد استفاده بکنید، یعنی از قالب ها و افزونه قابل اعتماد. بحث اینه که ما قالب ها و افزونه ها رو دو دسته می‌کنیم. یکی افزونه های پولی
یک سری هم حالا رایگان. اونایی که رایگانن که از هسته وردپرس نصب میشن و مشکلی نداره. اونایی که غیر رایگانن اینها حالا باز دوباره دو دسته میشن، یعنی اونایی که ما رایگان پیداشون میکنیم یا میریم میخریمشون. اونایی که رایگان پیدا میکنیم ممکنه که مشکلات امنیتی داشته باشن. حالا رایگان پیدا کردنش چیزی که تو داخل گوگل شما جستجو میکنی، مثلا دانلود المنتور پرو و لینک های مختلفی میاره که شما میتونید المنتور پرو رو رایگان دانلود بکنید. حالا مثلا به اصطلاح هم بهش میگن قالب ها و یا افزونه های نال شده اصطلاحشه، که حالا نال شده ها اینجوری هن که یه سری کدای مخرب داخلشه، حالا یا مثلا ممکنه بعداً فعال بشه یا همون اول که فعالش میکنید قالب یا افزونتون ها این کد داره اجرا میشه، حالا یا یه سری دزدی ها روی از طریق حالا به قول معروف چی بگیم پهنای باندتون یه جورایی میدزدن، از سایت شما استفاده میکنن برای اینکه سایت خودشون بازدیدش بره بالا و ترافیکش بیشتر بشه. اینم از این مسئله. پس قالب و افزونهاتون از جای مطمئن حالا خرید کنید، دانلود بکنید و استفاده بکنید. حالا توی جلسه بعدی هم من توضیح میدم. چی شد؟ کسی پیام گذاشت؟ کسی سوالی داره؟ من صفحه اینجا برام شیر نمیتونم ببینم. بله، یه جا گفتیم که وردپرس رو آپدیت نگه داریم. یه سوال دارم، وردپرس رو آپدیت بکنیم ممکنه مشکلی برای افزونه ها یا اون قالبی که نصب داریم به وجود بیاد؟ اگر آره به نظر شما چیکار بکنیم که این مشکل به وجود نیاد؟ خب این یه مشکل حالا کلیه که ما روی همه سایت‌های وردپرسی داریم، مخصوصا اونایی که به قول معروف توسط شخص‌های مبتدی مدیریت میشه، نمیان این آپدیت ها رو انجام بدن. وردپرس خودش اتومات آپدیت میشه همیشه، ولی چون حالا وردپرس خودش تشخیص میده که آپدیت رو انجام بدم سایت براش مشکلی پیش میاد یا نه، ممکنه آپدیت نکنه خودشو. یعنی اینجوریه که میره چک میکنه ببینه مثلا ورژن پی اچ پی سرور درسته من برم این کارو انجام بدم. از اون طرف میره چک میکنه که افزونه یا قالب هایی که الان فعال هستن اینا به مثلا این ورژن وردپرس که من میخوام نصب کنم میخوره یا نه. این از این. بعد ما مشکلاتی هم داریم دیگه، مثلا ما یه کارفرمایی داشتیم وبسایتش فکر میکنم اگه به نسبت ورژن هایی که الان مثلا اون سایتش هست بریم نگاه بکنیم میبینی که مثلا آپدیتش مال 1 سال گذشته است، سایتش کند شده. بعد این شکلیه که نمیشه الان بری همه اینا رو با هم به روز رسانیش انجام بدی. بعد اینا یه جورایی مرحله به مرحله باشه، بیای همه افزون‌ها و قالب‌ها رو غیر فعال کنی. حالا این راهیه که ما انجام میدیم، وردپرس رو به روز رسانی کنی. اگر ورژن پی اچ پی و اینا همه چیز از نظر سروری اوکیه، اینو انجام بدی. بعد وردپرس رو به روز رسانی کنی، بعد شروع کنی قالب رو به روز رسانی کردن و بعد دونه دونه افزونه‌ها رو به روز رسانی کنی و فعال کنی. یعنی همه غیر فعالن و بعد که به روز رسانی میشن فعال میشن. این راهیه که حالا مناسب زمانی که خیلی دیگه عقب میفته به روز رسانی. ولی اینکه مثلا یکی دو تا ورژن عقب افتادیم مشکلی نداره، اینا رو حالا به باگ هم بخورید نهایتا میرید از طریق سرور فایلش رو حذف میکنید و دوباره نصب میکنید درست میشه. ممنونم. خواهش میکنم. پس سوال دیگه ای نداره؟ مورد بعدی این که SSL حالا برای وبسایت فعال بشه، اینا بیشتر هاستینگ ها میان و این SSL رو فعال میکنن روی حالا سرورهایی که ارائه میدن. این زیاد داره مشکلی نداریم، ولی خب ممکنه وقتی غیر فعال بشه اینا حواستون باشه که فعالش بکنید. مثلا الان ما این بالا گوگل رو سرچ بکنیم، اینجا نوشته کانکشن سکیور، این یعنی که SSLش فعاله. سایت شما اگه این بالا قرمز شد و ارور داد یعنی که غیر فعاله و SSLش از هاستینگتون درخواست کنید که براتون فعال بکنه. مورد بعد این که افزونه ها یا قالب هایی که حالا غیر فعال هستن کلا حذف کنید، یعنی اینا که ازشون استفاده نمیشه حذف بشه صورت کلی. از هاستینگتون هم حالا گاهی اوقات
بخواید که از سایتتون بکاپ بگیره، البته خب خودتون هم میتونید بکاپ بگیرید، اونایی که حالا هاست خریداری کردن یه بکاپ ویزارد داره، میرید اون قسمت و بکاپ رو میگیرید، حالا هر مدتی خودتون دارین توی پاس، ولی اون اتوماتیش خود هاستینگ میگیره. یه سری هم حالا اون صفحه لاگین وردپرس که حالا یوزرنیم و پسورد میزنید، در حالت عادی هر چند باری که شما بخواید میتونید رمز وارد بکنید و محدودیتی نداره که حالا مثلا جلوشو بگیره بگه شما تعداد زیادی تلاش کردی برای وارد شدن و الان دیگه نمیتونید اکانت غیر فعال شده. میتونیم با نصب کردن افزونه بیایم و حالا جلوی اینو بگیریم. من حالا وبسایتی که داشتیم روش کار می‌کردیم و من بیارم و آدرسشون فراموش کردم متاسفانه. سوالی هست بفرمایید. اون بحث بکاپ گرفتنم که بهتون گفتم، اینجا create restore backups روی این کلیک میکنید، بعد اینجا میزنید all domains، یعنی کل دامنه‌ای که حالا ما داریم، یا تمام پوشه ها رو اینجا بکاپ میگیره و توی create backup که بزنید بکاپ رو شروع میکنه به گرفتن و بعدش هم داخل پوشه هاتون میاره. حالا اینجا پوشش هنوز نساخته برای بکاپ. نه این بکاپ و 21 جولای 2025 پسفندش هم TAR.ZST چیز پسفندش ممکنه متفاوت هم باشه. بعدش هم که بخواید حالا برگردونیدم توی دایرکت ادمین داریم اینجا ریستور بکاپ و بعدم حالا اون بکاپی که وجود داره رو انتخاب میکنید و بکاپ برمیگرده. جانم بفرمایید سوالتون رو بفرمایید. خب اول اینکه ما هر چند وقت یه بار بکاپ بگیریم از نظر شما خوبه، و اینکه مثلا خب باز یه بازی داره دیگه، اصلا حتی ما هر 24 ساعت هم یه بکاپ بگیریم ممکنه توی این مدت یه سری حالا متن منتشر بشه یا اصلا مشتری بیان یه سری سفارشاتی بدن که تو اون بکاپ قبلیه نیست. بعد مثلا تو این مدت اگه سایت بپره چه اتفاقی میفته؟ اونایی که بعد از اینکه ما بکاپ گرفتیم اومدن و ثبت نام انجام دادن اطلاعات اونها یا میپره؟ اینکه حالا چه مدت یه بار توی بازه زمانی شما هی بکاپ بگیرید این دیگه بستگی به کسب و کار خودتون داره، بستگی به سایتتون داره. یعنی اگر فروشگاهیه شما میتونی بیای روزانه بکاپ بگیری، بستگی به فروشت مثلا داره. همونجوری که میگی ممکنه که مثلا امروز یه کاربر بیاد ثبت نام کنه فردا بپره و نباشه. دقیقاً این اتفاق میفته و شما باید این ریسک اینم بپذیری که اگه حالا سایت پرید، حالا توی بروزرسانی حالا برای امنیتش اگه پرید این کاربر رو بتونی یه جوری برش گردونیم. این یکی از راه‌هاشم حالا همون سایتی که مثال زدم که خیلی مشکل داشت از نظر بروزرسانی، اینا از حالا اون پیامک‌هایی که برای ورود کاربران حالا ارسال شده بود تو پنل پیامکیشون رفته بودن شماره رو در آورده بودن، تماس گرفته بودن که آقا مثلا ما سایتمون مشکل خورده، سفارشی که ثبت کردی چی بوده، مثلا پرداختیتون چقدر بوده. اینا رفتن با فاکتوری که توی حالا سیستم حسابداریشون بود چک می‌کردن و اون محصول رو ارائه میدادن. این اتفاقی بود که مثلا خودت آره ممنون. خود هاستینگ هم فکر کنم بکاپ میگیره درسته؟ بعد اونا هر چند وقت یه بار میگیرن.
خود هاستینگ باید از خودشون بپرسید، ولی فکر کنم هفتگی بکاپ میگیرن. ممنون. باشه. خب ما اینجا لاگین بکنیم. برای حالا این تلاش‌های ناموفقی که صحبت کردیم که روشو ببنده، افزونه لیمیت لاگین رو داریم. اینجا ما سرچ خالیش هم سرچ بکنید میاره. این افزونه هست. افزونه متفاوتی هم هست. حالا مثلا هم افزونه امنیتی هم که مثل وردپرس که حالا اول جلسه گفتم، اونا رو هم که نصب بکنید این قابلیت‌ها رو دارن. این محدودیت‌ها رو ایجاد میکنن. این کاری که حالا ما داریم الان دستی توضیح میدیم. یکی لایسنس کی میخواست، میگه آقا نوتیفیکیشن بفرستم یا نه، که هیچی. اینم هیچی. اینجا تو تنظیماتش میگه که 4 بار مجازن که اشتباه بکنن و وقتی هم که حالا 4 بارشون اشتباه کردن 20 دقیقه حساب غیر فعال میشه. این حالا تنظیمات بیشتری داره که من زیاد نمیخوام واردش بشم، ولی خب حالا کلیتش اینه. ممکنه که شما برید از یه افزونه دیگه استفاده بکنید، ساده تر باشه. اینم از نصب این افزونه. بحث بعدی اینه که آدرس صفحه ورود رو تغییر بدیم. ببینید ما برای ورود به وبسایت آدرس وبسایت /wp admin رو سرچ میکنیم یا wp-login.php. اینه که بدانید وارد این صفحه لاگین میشین. برای اینکه این آدرس تغییر بدیم، چون حالا ممکنه که بیان اینا تست بکنن دیگه، یعنی اون هکر بیاد آدرس سایت شما رو بزنه، جلوش بنویسه wp-login.php و وارد این صفحه بشه و اون حالا حملاتش انجام بده و تست بکنه و بخواد وارد بشه. شما میتونید این آدرس رو تغییر بدید با افزونه WPS hide login. اینم نصب کنیم ببینید. این هستش. این میاد زیر مجموعه قسمت تنظیمات WPS hide login. این قسمت میگه که آقا نشانی ورود چی باشه، لاگین باشه و نشانی تغییر مسیر اگر که مثلا کاربر اومد wp-admin رو زد به کجا انتقال داده بشه. الان اینجا رو دقت بکنید، آدرس حالا صفحه ما wp-login.php. من اینا رو ریلود که بکنم ارور 404 بهم میده و میگه آقا همچین صفحه اصلا رو سایت شما وجود نداره. حالا من بیام جلوی این بنویسم لاگین، چیزی که اینجا براش در نظر گرفتم، بیام داخل این صفحه بزنم، این که صفحه ورود برای من میاد و من میتونم وارد بشم. بحث بعدی اینه که کاربرایی که یعنی کار نمیکنن با وبسایت شما رو بعد از مدتی کلا لاگ اوتشون کنه. اینم از طریق این افزونه اتفاق میفته. این هم میاد تو زیر مجموعه بخش تنظیمات. یکی اگر اینجا حالت تنظیماتش در اصل اینجاست، یکی کاربر اگه 15 دقیقه غیر فعال بود بیا و غیر فعالش کن، لاگ اوتش کن. این از این بحث. دیگه گزارشات خطای وردپرس توی WP کانفیگ رو برید ببندید. حالا بیشتر برای برنامه‌نویس‌ها آشنا هست و استفاده میشه برای حالا دیولپ کردن مسائل حالا مثلا مثل افزونه وقایع. ما میایم داخل فایل منیجر،
و همون پابلیک HTML مون و اینجا ما یه wp-config داریم. روی ادیت میزنیم، گزینه اینجا هست wp debug، این فالس باشه. این مسئله هست که حالا ارور هایی که ما توی پیشخوان میگیریم رو به کاربر نشون نده، کاربرای عادی. جمع که گفته میزبان وبتون امن باشه، یعنی حالا مثلا از میزبانایی که ما تو سطح ایران داریم، به نظر مثلا تو جلسه قبلی که حالا دوتا من معرفی کردم، یکی ماندگار وب بود که لینکش رو داخل گروه گذاشتیم که به پیشنهادی که از دوستان بود، یکیش هم میزبان پک بود. لیمو هاست هم داره خوب کار میکنه. تو هاستینگ های دیگه ای هستن که حالا اسمشون انقدر زیاده که الان یادم نیست، ولی خب حالا سعی کنید که حالا اونایی که از نظر امنیتی بالاترن انتخاب بکنید، که معروف ترن انتخاب بکنید. مورد بعدی اینه که توی فایل htaccess-تون فایل PHP رو اجازه ندید که رو به قول معروف از طریق URL اجرا بشه. اونم به این شکله که این کد رو قرارش بدیم روی فایل داخل فایل htaccess. htaccess قبل از end wordpress اینجا این کد رو قرار میدیم define disable underline edit group. بعد هم اینجا save فایل رو ما میزنیم. این که برای وبسایت چه اتفاقی نمیفته. اینم دقت داشته باشید که تغییر دادن این حالا فایل htaccess یه مقداری دقت بالایی نیاز داره، چون حالا یه اشتباه کوچیک ممکنه که کلا سایت شما رو از دسترس خارج کنه. جا هم یه کد دیگه هم وجود داره که اینو باید قرار بدیم. اینجا اجازه لود شدن wp config رو نمیده به کاربرایی که حالا از طریق URL میخوان اجراش بکنن. مورد بعدی پیشفرض دیتابیس وردپرس رو تغییر بدیم. پیشفرض همون پیشفرضه بود که حالا تو جلسه قبلی توضیح دادم wp underline. مثلا دیتابیس من بیارم، اجازه بدید من اینو توضیح بدم بعد سوالتون رو بپرسید. این پیشفندیه که حالا ببخشید پسفندیه که این WP آندرلاینر رو اینجا باید تغییر بدید، حالا به خاطر امنیت دیتابیس وبسایت شماست و حالا همون موقع نصب وردپرس میتونید این کار رو انجام بدید. اگر هم مثل من الان حالا این اتفاق افتاده و WP آندرلاین رو تغییر ندادید، راهش هست. داخل گروه میفرستم چون این مقدار طولانی و تخصصی، اون رو از طریق آموزش لینکی دنبال کنید بهتر. اینجا میگه که نسخه وردپرس هم مخفی کنید. اینا رو باید داخل کدهای PHP سایت قرار بدیم. راستی من فراموش کردم. یه نفر فکر کنم دستشو برده بود بالا، اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. جان. عرضم به حضورتون برای همین کدای URL سوالم بود. من موقعی که خواستم تغییر بدم تغییر دادم، بعد همون سایت اومدم داخل حالا کروم با یه ایمیل دیگه آوردم بالا، بهم ارور 404 داد. بعد دوباره با همون یعنی لینک دوباره برای خودم هم با ایمیلی که وردپرس ایجاد کردم وارد نشدم. مجبور شدم برگردم به دیتابیس داخل WP آپشن، بخش آپشن ها، اونجا دوباره تغییر بدم برگردونمش به همون لینک قبلی که دوباره برام بیاد بالا. میخواستم بدونم ایراد کار من کجا بوده؟ لینکتون رو
از اینجا اینا رو منظورتونه که تغییر دادی نشانی آره از همینجا نشانی سایت رو تغییر دادم، ولی بعد برام خطا داد، مجبور شدم برگردم تو دیتابیس دوباره آدرس قبلی رو وارد کنم که برام بیاد بالا. بله از اینجا که اصلا نباید تغییر داده بشه. این آدرس وبسایت شماست، مثلا این نباید تغییر داده بشه. اون برای لاگین بود که من گفتم باید افزونه مجزا براش نصب بشه که اینجا بیاد، این پایین براش بیاد در نظر بگیرید. این اگه تغییر بدید کلا میره فایل htxs تون رو تغییر میده، WP کانفیگتون رو تغییر میده و با دیتابیستون نمیخونه، ذخیره‌اش رو دیتابیس نمیکنه. به خاطر همینه که سایت ارور 404 میده. حالا بعد بخوام تغییر بدم راهی نداره، درسته؟ راهش اینه که از طرف حالا اگر هاسته سروره، از هاستینگتون بخواید که آدرس تغییر بده، توی دیتابیس برید تغییر بدید و درست میشه. آها اوکی، متشکرم. خب کسی دیگه سوالی داشت؟ آقای اکبریان سوال کردن چند قالب میشه استفاده کرد از یه دونه قالب. شما میتونید چندین قالب نصب داشته باشید ولی فقط یه دونش قابلیت فعال شدن داره رو وردپرس، چند تا قالب نمیشه فعال بشه. آقای ناب گفتن که هاست بخریم شناسه یونیک میخواد، چه جوری میشه شناسه؟ داخل وبسایت nick.ir باز بکنم ببینید، nick.ir اینجا روی ورود کلیک کنید، بعد گفته که اگر ندارید بسازید. اینجا میاد مراحلش رو پیش میبرید دیگه. شما باید گزینه اول بزنید شخص حقیقی و بعدم حالا ایمیل بزنید و اطلاعات آدرسی و شخصی و در انتها هم حسابتون تایید میشه. این بحث ایجاد شناسه آی نیک. این آقای بنایی منظورتون این که حالا از چی قدرت گرفته؟ اگه میتونید صفحتون رو شیر کنید یه تصویری برای من بفرستید من براتون توضیح بدم. نسخه پریمیوم چینی متوجه نمیشه. خواهش میکنم. خب نسخه وردپرسمون اگه بخوایم مخفی بکنیم گفتم باید این حالا دو تا کدی که اینجا هست من اینا رو داخل گروه هم قرار میدم که حالا دسترسی بهش داشته باشید بعد از جلسه. اینا رو ببندم که صفحه‌مون شروع نشه. ما دو تا راه داریم، یا میتونیم حالا بریم پلاگین بنویسیم، هم میتونیم توی فایل function.php قالبمون بریم این تغییرات اعمال بکنیم. اینجا بخش نمایش زیر مجموعهش ویرایشگر پرونده پوسته. خب ما قالب آسرا برامون فعال هست. بخوایم کداشو تغییر بدیم نوشته توابع پوسته، زیرش هم نوشته function.php. اینو من میزنم روش تا حالا کداشو بیاره. این دو تا کد رو داخلش قرار میدیم. حالا انتها کدش به این شکل هست. اینم اینجا بعد که قرار دادیم کدشو رو به رسانه پرونده میزنیم. تغییر دادن کدها اینجا بدون داشتن حالا دانش پی اچ پی و اینا هم یه جورایی مشکل سازه. یعنی شما مثلا یه سیمیکالم این امتحان نظری کل سایت از دسترس خارج میشه. اینه حالا من انجام میدم، یه بار سایت از دسترس خارج میکنیم ببینیم که چطور باید برش گردیم. ببینیم سایت، بله سایت الان سالم داره اجرا میشه. من اینجا یه دونه سیمیکالم برمی‌دارم همین تو فایل function.php و بروز رسانی رو انجام میدم. اینجا اولا اجازه حالا
اینو به من نمیده، میگه که آقا من اینو برات انجام نمیدم. سایت رو من لودم بکنم سایت لود میشه. ولی اگر بیایم از قسمت حالا تم آسرو فایل function.php یعنی همون کدایی که اونجا ما وارد کردیم، می‌بینید کدایی که وارد کردیم اینجاست. من سیمیکالمو از ته این بر می‌دارم و سیو فایل می‌زنم. سایت رو که لود بکنیم یا یه خطایی وجود داره، خطا رو اینجا من نشون نمیده. برای دیباگ کردن این چنینی که ببینیم مشکل اصلا برای چیه، بریم توی قسمت همون پابلیک HTML wp config این قسمت wp دیباگی که گفتم و جلوش می‌نویسیم ترو. حالا بعد از اینکه دیباگتون رو انجام دادید اینو برگردونید رو فالس. این صفحه رو ریلود بکنم اینجا میاد ارور رو برای من می‌نویسه. این ارور مال حالا بخش قالب هاست، آسرا و فایل function.php خط 213. اینجا اگر دقت بکنید دقیقاً این بخش رو داره توضیح میده. حالا 213 این ممکنه توی گفتن شماره خطش مشکل داشته باشه، ولی همین که شما متوجه شید مال کدوم فایل باز خیلی عالی. مثل این کلمون رو از اینجا برداشتیم، میرم سیو بکنیم سایت برمیگرده به حالت عادی. اینم من فالسش کنم. بله اینم از حالا بحث دیباگ کردن مشکلاتی که به وجود میاد روی وردپرس. میگه که سطح دسترسی فایل ها رو مدیریت کنید، مخصوصا پوشه حالا wp admin و wp config. این داستانش چیه؟ داستانش توی حالا این قسمت مدیریت فایل و ببینید داخل فایل داخل پوشه پابلیک آندرلاین HTML ما چند تا پوشه داریم، چند تا فایل و پوشه داریم. اینا دسترسیشون ما ببینیم که آزاد هست یا نه. من روی این کلیک میکنم، اونجا گفته بود wp کانتنت رو مدیریت کنید. روی این کلیک میکنم، اینجا نوشته set permission. توی حالا مدل‌های مختلف مدیریت فایل متفاوته، حالا این منویی که میاره. روی set permission که بزنید میبینید که این گزینه‌ها رو میاره. من میتونم تیک‌ها رو بردارم. اینجا گفته بود که یوزر و رایت رو براش فقط فعال بذارید، یعنی رید و رایت اینو باید غیر فعال کنید. البته برای اونر ما باید اینو بذاریم باشه. برای فایل wp config هم همینطور. حالا این کلا رید و رایتش فعال هست، اینو ما تغییر نمیدیم. اینم از این بس. و سایت هم اینجا حالا در آخر گفته که سایت رو برای شناسایی بدافزارها اسکن کنید. این منوط به این میشه که شما برید پریمیوم اون حالا افزونه امنیتی رو خریداری بکنید. پریمیوم خریدنش حالا من تو جلسه آخر توضیح میدم از اینکه کجا برید خرید انجام بدید، ولی ما یه سایتی داریم به اسم کد کنیون، خارجیه، حالا برای ایرانی هم تحریمه، ولی اونجا اگر بتونید برید خریدش رو انجام بدید و لایسنس اورجینال بگیرید بتونید این اسکن ها رو هم انجام بدید. این از بحث امنیت وردپرس. اگر سوالی کسی داره من در خدمتتون هستم. آقای اکبریان بفرمایید. عذر میخوام، میتونم الان صفحه‌مو شیر کنم برای اون قرار بود توضیح بدین؟ بذارید آخر جلسه که حالا آموزش تموم بشه بعد برمیگردیم حالا مشکل شما رو هم حل میکنیم.
افرادی هم که همچین مشکلی دارن بمونن که حالا ببینیم به چه شکل حل شده. خیلی ممنون. بفرمایید خانم سمایی. ببخشید اون بخشی که حالا ما کدو یعنی کدو دیباگ میکنیم من متوجه نشدم. ما الان فهمیدیم که کجا مشکل داره و کدوم لاین مشکل داره. از کجا بفهمیم که الان چیو کم داره و چیو باید بهش مثلا اضافه بکنیم که درست بشه؟ اینکه حالا از کجا پیداش بکنیم همون بود که شما برید WP دیباگ رو فعال بکنی که اون ارور رو نمایش بده بگه که کجا مشکل داره. این از اینکه چطور اون مشکل رو حل بکنیم جلوش مثلا میزنه خط شماره 213 اونجا میری ببینیم مشکل حالا اون کد PHP چیه. یعنی باید شما دانش کد PHP رو باید داشته باشید، PHP بلد باشید که ببینید مشکل چیه. اگر که این شکل نیست حالا الان هوش مصنوعی هم هست پیش اون کد رو کلا کپی کرد بفرستی برای هوش مصنوعی بگه مشکلش چیه، اون بررسی میکنه مشکل رو مثلا میگه یا بعد ممکنه مشکلی هم نداشته باشه برگردونه به شما اونو جایگذاری میکنه. فقط این عملی که حالا داره اتفاق میفته مثلا فرض بریم بگیم من همین کد فانکشن داش PHP رو من کپی میکنم میرم هوش مصنوعی تحلیل میکنه. بذارید من حالا یه تستی هم انجام بدیم. اینجا من میام یه سیمیکالم اینجا برمیدارم یه سیمیکالم هم اینجا. ببینید اینجا تحلیل کرد گفت آقا مثلا خط 5 و خط 11 سیمیکالم نداره، این سیمیکالم ها رو درست کن. اینجا درست شدهش هم داد به من میرم اینو جایگذاری میکنم. این حالا یه راهی برای دیباگ کردنه که حالا اگرم PHP بلد نیستید اینطوری میتونید پیداش بکنید. روی فکر میکنم VS Code هم حالا یه سری اکستنشن وجود داره که نشون میده که مثلا کجا باگ وجود داره و اون نشون میده دیگه چون میرید تغییرش میدید. اکستنشنش هم باید خواهش. خب آقای جمال زاده گفتن که حساب پیپال میخواد. والا خرید نکردم ولی اصولا حساب ارزی میخواد. حالا ما پیپال هم بشه اینجا. البته این یه موردم بگم ما یه سری سرویس دهنده داریم داخل ایران که این خریدها رو انجام میدن. مثلا شما میرید به ریال پول به این سرویس ها میدید اونا میرن خرید انجام میدن فایل و دسترسی اکانت به شما برمیگردن. اینم از دیگه سوالی نیست. بریم برای ادامه بحث. خب بحث بعدی که داریم صحبت در مورد SEO یا Search Engine Optimization. یعنی اینکه حالا داخل موتورهای جستجو محتوای وبسایت شما نمایش داده بشه. حالا مسئله SEO کلا این شکلیه که چیز تخصصیه و من زیاد واردش نمیشم، خیلی طولانیه و منم اطلاعات کافی دربارش ندارم که بخوام دربارش صحبت بکنم. ولی خب یه سری توضیحات ما میدیم که ببینیم چه شکلیه. کلا موتورهای جستجو این شکلیه که یه سری قوانین و یه سری استانداردها دارن، میان بر اساس این قوانین و استانداردها سایت ها رو بررسی میکنن، اگر مورد تاییدشون بود میارن جزو نتایج نشون میدن.
اون قوانین و استاندارد رو همون حالا متخصصین سئو بلدن، من در موردشون صحبت نمی‌کنم. ولی ما روی وردپرس یه سری افزونه داریم که نصب می‌کنیم یه سری کدهای HTML و تگ ها رو که مربوط به سئو هست رو میندازه روی صفحه و از اونها ما برای بهبود سئو وبسایت استفاده می‌کنیم. سئو کردن هم زیاد دربارش من گفتم وارد نمیشم که چه جوری اتفاق میفته، فقط حالا خلاصه‌شو بدونید که یه سری ربات‌هایی که گوگل یا حالا بقیه موتورهای جستجو طراحی کردن اینا میان سایت شما رو بررسی میکنن یا به اصطلاح کرال میکنن و نتایج رو توی صفحات حالا اونجا که کاربر سرچ میکنه نشون میده. افزونه‌ای که برای سئو استفاده میشه دو تا حالا معروفش رو داریم، یکی یواست سئو هست، اینجا اصلا بیارمش. جا فارسی هم بنویسید میاره. یکی اینه یوسئو که حالا این نسخه رایگانشه، شما میتونید به قول معروف نصب بفرمایید. نسخه پریمیوم هم داره که بعد از اینکه اینو نصب کردید اون هم باید در کنارش نصب بکنید که زیر قابلیت‌ها بهش اضافه بشه. یه دونه هم داریم رنک مس، سی شکل بود. رنک مس سئو این مورد هم هست، این هم الان رایگانش در دسترسه. شما حالا یه نسخه پریمیوم هم داره رنک مس پرو که حالا اونم نصب می‌کنیم. من فعلا رایگانش رو نصب بکنم. ما با رنک مس کار می‌کنیم. پیشنهاد منم رنک مس حالا هم جدیدتره، یعنی اول یاسئو اومد بعد رنک مس اومد، هم جدیدتره هم یه ظاهر گرافیکی قشنگ‌تری داره. رنک مس من فعالش کنم. اینجا یه تنظیماتی اضافه شد به اسم رنک مس سئو. این کلیک کنید لا اول یه ستاپ ویزارد میاره که اصلا در مورد وبسایت شما یه سری اطلاعات بگیره و بخواد نمایش بده که فکر کنم کار نمی‌کنه ان شاءالله. خب ستاپ ویزاردش نمیاره. من غیر فعالش میکنم و حذفش میکنم. من یه راه نصب دیگه هم بهتون آموزش بدم. ببینید من رنک مس پرو رو حالا دانلود کردم از وبسایت پلاگینیا. پلاگینیا یک وبسایتیه که حالا یه سری افزونه‌ها و قالب‌ها رو که پریمیوم هستن و پولیان رو رایگان در اختیارتون قرار میده و ما باش کار کردیم، مشکل امنیتی هم نداشته. یه جوری میان از اون طریقا بررسی میکنن و بعد قرار میدن. اینجا تو بخش سئو رنک مس هست. رنک مس رو بیارین انتها، حالا خواستید تمرین رو ما قرار میدیم. رنک مس رو بیارید و از این قسمت دانلود بکنید، باکس دانلود، و آخرین نسخه‌ش رو دانلود بکنید. من حالا قبلا دانلود کردم. اینجا روی بارگذاری افزونه میتونیم کلیک کنیم و رنک مس رو نصب بکنیم. حالا افزونه اون رنک مس که آپلود شد من روی فعال کردن افزونه میزنم. رنک مس عادی هنوز نصب نشده، من حذفش کردم. رنک مس پرو رو ابتدا فعال رو نصب میکنم، اون رنک مس رایگان خودش اتومات نصب میشه. بله این رنک مس سئو و رنک مس سئو پرو.
اینجا تنظیماتشو میاره، من وارد پیشخوانش میشم. عجیبه که نشون نمیده، عجیبه. احتمالاً به خاطر اون تغییراتی که ما روی کدها رفتیم انجام دادیم. من تغییراتی که انجام دادم الان برمیگردونم به حالت قبلی، تست میکنم ببینم کدوم تغییراتی که انجام دادیم مشکل ایجاد کرده. فکر میکنم این پرمیژنه که اینجا بستیم باعث این شده. بله دقیقا به خاطر همین مجوزهایی بود که برای تغییر پوشه WP کانتنت تنظیم کرده بودیم. قسمت از ست پرمیژن اومدیم این تیکا رو برداشتیم. این تیکا رو من برگردوندم و دیدید که این قسمت حالا رنگ مس باز شد. رنگ مس SEO بخشای مختلفی داره که حالا میتونیم ازشون استفاده کنیم، غیر فعال یا فعالشون بکنیم. این قسمت هوش مصنوعی که کلا کار نمیکنه، هیچ، کلا غیر فعالش میکنیم که یه جوری تو دست و پا نباشه، API اضافی هم ارسال نکنه، ریکوست نفرسته، سایت سنگین بکنه. بحث مانیتور 404 هست. صفحات 404 اگر زیاد باشه روی وبسایت مشکلاتی از نظر SEO ایجاد میکنه. اینو فعال بکنیم که گزارش بده. اگر تصاویر زیادی روی وبسایتتون دارید، SEO یه تصویر فعال کنید. این بخش آنالیتیکس میگه که حالا گوگل آنالیتیکس رو وصل میکنه، یه گزارشی توی پنل وردپرس بهتون میده که حالا به دلیل تحریم و اینا فکر میکنم میگه که کاربردی نداشته باشه برای این هم دیگه واجب نیستن. اینجا اگر که سایتتون خبری بود، یعنی محتوا میذاشتید، اینو فعال کنید که نقشه سایت داشته باشه، نقشه سایت خبری داشته باشه. اگر هم سایتتون ویدئویی، نقشه سایت ویدئویی رو فعال کنید. قسمت سایت مپ که حالا فعاله. اگر هم حالا ووکامرس حالا یه افزونه در ادامه نصب می‌کنیم برای ساخت فروشگاه به اسم ووکامرس، اگر حالا اونم داشتید اینجا میتونید فعالش کنید که البته الان مثلا اجازه فعال سازی نمیده چون نداریمش. این از این بحث. بحث بعدی این که حالا دونه دونه اینا رو من خیلی سریع از روشون رد بشم. بخش آنالیتیکس میگه که باید وصل بشه به سرویس‌های گوگل و اینا که چون تحریمی ولی من انجام نمیدم، باید فیلتر چکم وصل بشه اینا. خیلی طولانیه. این از این. بعد گوگل آنالیتیکس داشته باشید، حساب کاربری گوگل هم داشته باشید، اینا فعال بکنید. بحث تنظیمات عمومی هست. حالا خیلی سریع از روشون رد میشم، بخوایم توضیح بدیم خیلی تنظیمات زیادیه. اینجا میگه که اصلا پایه دسته مثلا این آدرس URL کاتگوری رو کلا حذف میکنه، یعنی اگر سایتتون به این شکله تبدیلش میکنه به این شکل. یکی خیلی ساده است. این نو فالو کردن رو که نمیتونیم توضیح بدیم، میریم از سمت مسائل SEO. این مسیر راهنما دیدید مثلا داخل وبسایت ها می‌نویسه که صفحه خانه، بعد مثلا میشه دسته‌بندی فلان، بعد زیر دسته فلان و بعد مثلا اون محصول. این دقیقاً همینه و اینجا ما میتونیم فعالش بکنیم. که قالبش رو پشتیم. ما باید قالب حالا پریمیوم براش نصب بکنیم تا بتونیم از این قابلیت هم استفاده بکنیم.
ما فعلا از قالب آسترا داریم استفاده میکنیم، اجازه رو بهمون نمیده. برچسب صفحه اصلی که مربوط به همین قسمت مسیر راهنما هست، URLش و حالا فرمت بایگانی ها رو اینجا ما میتونیم تنظیم بکنیم. بحث‌های بعدی حالا ابزارهای وب مستر هست، مثل کنسول گوگل، بینگ، بادو و حالا بقیه موارد که میتونیم اینجا فعال بکنید. یعنی اگه شما بخواید کنسول گوگل رو برید فعال بکنید و یک کدی قرار بدید داخل صفحتون، این کد رو اینجا قرار بدید، مثلا این کدی که الان اینجا قرار بدید. این robot.txt که هیچی، htaccess هم همون فایل htaccsیه که ما داریم. اینجا شما میتونید موارد دیگه بهش اضافه بکنید. اینجا همون صحبتی که ما کردیم، گفتیم htaccs اگه اشتباه تغییر بدید ممکن سایتتون رو کلا از دسترس خارج بکنه. اینجا اومدیم اطلاعیه‌اش هم داده. مانیتور 404 که یه توضیح اجمالی ما دربارش دادیم. آنالیتیکس، عنوان‌ها و متاها. ببینید ما داخل وبسایتمون چندین متا دیتا داریم، یعنی سری اطلاعاتی که ذخیره میشن و یه سری پست تایپ داریم. پست تایپ مثلا نوشته، یه پست تایپ برگه، پست تایپ دیدگاه‌ها یه نوع پست تایپ حساب میشن. ممکنه شما یک قالب خاصی نصب بکنید و پست تایپ به وبسایت شما اضافه بکنه. حالا قالب فوتنوت نصب بکنید متوجه میشید. پست تایپ اضافه بکنید. اینجا میاد تنظیمات این پست تایپ ها رو انجام میدید. دسته‌بندی ها هم یه نوع پست تایپ. مثلا نوشته ها، عنوان نوشته رو چجوری نمایش بده، توضیحات نوشته رو چجوری نمایش بده و موارد مختلف. این از حال تنظیمات رنگ مثلا که حالا زیاده، من زیاد دیگه واردش نمیشم. یعنی حالا باید یه سری اطلاعات سئو داشته باشید که این تنظیمات هم انجام بدید. سایت ابزار وردپرس یه دوره آموزشی خیلی ساده از سئو داره. ابزار وردپرس سئو توتوریال. اینجا کلی ویدیو هست که شما رایگان راحت بتونید برید تماشا کنید، در مورد سئو هم مبانیش و مسائلش رو یاد بگیرید دیگه. بتونید از رنگ مس هم استفاده کنید، چون با رنگ مس فکر می‌کنم کار می‌کنه. این از بحث رنگ مس و مبانی سئو. شما زمانی که رنگ مس رو حالا نصب می‌کنید، علاوه بر اینکه این سری تنظیمات اینجا میاره، زمانی هم که می‌خواید نوشته اضافه بکنید یا حالا نوشته منتشر کردید قبلا، اینجا یه سری جزئیات سئو میاره، یه امتیازی به اون محتوایی که گذاشتید میده، کلمه کلیدیشو بهتون میگه و بهتون میگه که آقا مثلا طرحوارش چیه، مقاله است. اینجا ما اگر روی ویرایش کلیک بکنیم، حالا یا روی افزودن نوشته کلیک بکنیم، این انتهای بخشی میاره برای رنگ مس. یک کلمه کلیدی شما اینجا تعریف میکنید که حالا استانداردش به این شکله. می‌نویسید محتوای وبلاگ 1 و اینجا اینتر بزنید. دقیقاً اسم اینجا رو بیام قرار بدم. یه امتیازی اینجا داد، ببینید 49 امتیازیه که اینجا بهم داده. یه سری چک لیست این پایین داده که اینا رو رعایت بکنید. اوکی. محمد جان، آقای خطیب زاده یه درسش میگی بیا. دوستان من عذرخواهی میکنم. آره اینجا یه سری چک لیست داره که حالا مثلا میگه که شما از این موارد رعایت بکنید. اگر تصویری میذارید عنوان متن آلت شما مثلا قرار بدید، یا حالا مثلا URL تون حتما با این یکسان باشه. البته حالا اینایی که حالا متخصص سئو هستن میگن که این URL انگلیسی باشه بهتره تا اینکه فارسی باشه. به خاطر همین ما تاکید داریم که انگلیسی باشه. حالا مثلا شما این امتیاز این بخش رو شما نمیگیرید. هر چی این امتیاز بالاتر باشه بهتر هستش. مثلا یه لحظه این از بحث حالا سئو رنگ مس و
دوستان اگر سوالی دارن بنده در خدمتتون هستم. اگر سوالی نیست بریم برای استراحت و 6:30 برگردیم.